بیوگرافی ناصر عبداللهی و پشت پرده مرگ مشکوک آن. با ما همراه باشید که قرار انتهای این ویدیو پرده از راز مرگ مشکوک ناصر عبداللهی برداریم. ابتدا میریم سراغ بیوگرافی کامل ناصر عبداللهی. او متولد 10 دی ماه سال 1349 در محله سید کامل بندرعباس است. پدرش عبدالرحمن عبداللهی کارگر بازنشسته بود و مادرش مهرنگار بندری خانه‌دار. او از 13 سالگی به موسیقی علاقه‌مند شد و فعالیت‌های هنری خودش رو از سالهای نوجوانی در صدا و سیما و حوزه هنری تبلیغات اسلامی استان هرمزگان آغاز کرد. وی کار حرفه‌ای رو به طور جدی از سال 1374 آغاز کرد و در سال 1376 همراه با همسرش به تهران آمد. ولی طولی نکشید که دوباره به بندرعباس بازگشتند. در تهران محمدعلی بهمنی وی رو به انتشارات دارینوش معرفی کرد. پس از آن آلبوم‌های عشق است و دوست دارم ناصر عبداللهی را در این انتشارات ضبط و منتشر کرد. ناصر با انتشارات دارینوش دچار اختلافاتی شد. پس از آن آلبوم‌های بوی شرجی توسط انتشارات شمیم جنوب، هوای حوا و ماندگار توسط آوای نکیسا و پس از مرگ او آلبوم رخصت توسط انتشارات آوای مهر میهن به بازار روانه شد. او 4 برادر و 1 خواهر دارد و ناصر فرزند سوم خانواده بود. ناصر در 18 سالگی با خانم فهیمه غفوری اهل بندرعباس که 3 سال از خودش بزرگتر بود ازدواج کرد. حاصل آن ازدواج 2 پسر و 1 دختر به نامهای نوید، نازنین و نامیس و نینا فرزند 4م ناصر حاصل ازدواج او با فاطمه فهیمی است. فرزند دختر او نازنین در حال حاضر نوازنده و خواننده سبک پاپ است. او با بازخوانی ترانه‌های پدرش شهرت پیدا کرده است. از مشکل تکلم تا خوانندگی. او در این باره گفته وقتی خیلی کوچک بودم به خاطر اتفاقی که جلوی چشمانم افتاد قدرت تکلم خودم رو از دست دادم و تا دوران راهنمایی نمیتوانستم صحبت کنم تا اینکه بالاخره دکتری در شیراز گفت تنها راهی که میتوانم از آن نجات پیدا کنم خوانندگی است. برای همین خانواده‌ام با خریدن 1 ملودیکا من را به دنیای هنر موسیقی هل دادند. اوج شهرت ناصر عبداللهی. او در سال 1379 با انتشار آهنگ ناصریا به شدت مورد توجه قرار گرفت و شهرتش با همین آهنگ خیلی زود شروع شد. او درباره این آهنگ میگوید این آهنگ در اعتراض بر ضد ستم در جهان و همدردی با ستم دیدگان بوده است. ناصر در سال 1380 دوباره به تهران آمد و در سال 1382 و به دنبال مشکلات ادامه دار با همسرش تصمیم گرفتند راهشان از هم جدا شود و در نهایت بعد از 15 سال زندگی مشترک توافقی از هم جدا شدند. و ازدواج دوم ناصر بعد از چند ماه از طلاق و به واسطه دوستی با پدر خانم فاطمه فهیمی اتفاق افتاد. همه بچه‌های همسر اول نیز کنار ناصر و فاطمه زندگی می‌کردند. و اما برسیم به راز مرگ مشکوک ناصر عبداللهی. ناصر بعد از 27 روز در کما بودن در 29 آذر سال 1385 درگذشت. اما رازی که بعد از سالها سر از حقیقت درآورد این بود که در واقع ناصر بعد از خواندن قطعه یا فاطمه بنت نبی با دایی‌های همسرش که از پیروان وهابیت بودند وارد یک اختلاف شدید شد. سرانجام ماجرای مرگ از روزی شروع می شود که همسر ناصر
به خاطر یک جر و بحث به حالت قهر به خانه پدریش می رود و ظهر همان روز ناصر برای بازگرداندن همسرش به محل زندگی پدر همسرش می رود که گویی وارد کارزار افراطیون شده است. گروهی با سرکردگی دایه‌های همسر و افراطیون مذهبی به او حمله ور شده و به شدت مورد ضرب و شتم قرار می دهند. بعد از آن پیکر بیجانش رو به منزل برده و در حیاط خانه روی تخت رها می کنند تا در نهایت با رسیدن پسر و پرسیدن علت ناصر میگوید از بلندی سقوط کرده و مشکلی نیست. سپس با کمک پسرش برای شستشوی آثار ضرب و شتم به حمام برده می شود، اما همانجا بیهوش و به کما می رود و در نهایت بعد از 27 روز در سن 36 سالگی دار فانی را ودا می گوید. وی در بندرعباس، آرامستان قدیم واقع در 7 کیلومتری جاده بندرعباس به میناب به خاک سپرده می شود. اما فرزندان وی، نوید، نازنین و نامی هر سه در کار موسیقی هستند و نازنین علاوه بر خوانندگی گروه موسیقی نیز دارد و تدریس هم می کند. از جمله شاگردان مشهور ناصر می توان به محمد علیزاده و محسن یگانه اشاره کرد و امید حاجیلی که مدتها در گروه او به عنوان نوازنده حضور داشت. همچنین فریدون آسرایی درباره ناصر عبداللهی میگوید: به نظرم ناصر محسن چاوشی زمان خودش بود که تأثیر بسزایی در موسیقی بعد از انقلاب داشت. خب امیدوارم که در این ویدیو تونسته باشم اطلاعات خوبی رو در اختیارتون قرار بدم. پس لطفاً برای حمایت ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.